سلام خدمت همه مخاطبان سایت آکادمی علوم داده ایران یا همون ایدا. با یه آموزش دیگه در خدمت شما هستیم در خصوص نقشه ها در پاور بی آی. نقشه ها یکی از مسائلی است که به خصوص ماها که میخوایم از پاور بی آی ریپورت سرور استفاده کنیم برای ما خیلی چالش تبدیل میشه. انواع نقشه‌ای که توی پاور بی وجود داره، خب نقشه به اسم مپ هست، فیلد مپ هست، شیپ مپ هست و سینوپتیک پنل هست. این دو تا نقشه مپ و فیلد مپ که هم توی پاور بی دسکتاپ RS و هم توی پاور بی دسکتاپ عادی هستن، اما شیپ مپ که میتونه از فایل جیسون هم استفاده کنه فقط توی پاور بی دسکتاپ عادی قابل استفاده است. و سینوپتیک پنل هم که یه نمودار کاستم هست که ما میخوایم این جلسه در خصوص سینوپتیک پنل خدمت رو توضیح بدیم که خیلی به کار ما میاد. علاوه بر اینکه نقشه شهرها و نقشه جغرافیایی میتونیم نشون بدیم، نقشه کاستم مثل نقشه کف کارخونه، نقشه نمیدونم بیمارستان، هر جایی که بخوایم میتونیم نمایش بدیم با اون. و این شیپ مپ هم که همونطور که گفتیم توی فقط پاور بی دسکتاپ عادی قابل استفاده است و خب اگر ما بخوایم منتشر کنیم توی ریپورت سرور بازم میتونیم از این استفاده کنیم، اینطوری که با پاور بی دسکتاپ عادی نقشه رو بسازیم و بعداً سیوش کنیم توی دسکتاپمون یا توی سیستم لوکالمون و بعداً با پاور بی دسکتاپ RS فایل رو باز کنیم و منتشر کنیم توی ریپورت سرور. توی این جلسه ولی ما میخوایم در خصوص سینوپتیک پنل ها توضیح بدیم خدمتتون که چطور از اینها استفاده کنیم. خب اگرم که خواستید سایت ما رو ببینید میتونید به این آدرس مراجعه کنید irandataacademy.ir و اگرم که در خصوص آموزش یا در خصوص پروژه هاتون تمایل به همکاری داشتید میتونید با این شماره ها تماس بگیرید. خب بریم سراغ خود پاور بی آی. توی پاور بی آی گفتیم که این دوتا نقشه رو ما داریم، نقشه مپ داریم، نقشه فیلد مپ داریم و نقشه دیگه ای هم که داریم گفتیم نقشه شیپ مپ هست که فقط توی پاور بی دسکتاپ عادی هست. این پاور بی دسکتاپ RS بود که الان ما باز کردم، این پاور بی دسکتاپ عادی هست. اولین چیزی که وجود داره برای فعال سازی نقشه شما توی قسمت فایل، توی قسمت آپشن اند ستینگ، توی قسمت آپشنز و توی قسمت سکیوریتی اینجا یه گزینه به اسم یوز مپ اند شیپ مپ، شما باید اینو حتما فعالش بکنید. اگر اینو فعالش نکنید نقشه ها رو نمیتونید استفاده کنید. نقشه رو میسازید ولی نمایش به شما نمیده. و توی پاور بی دسکتاپ عادی هم برای فعال کردن شیپ مپ باید بیاد توی قسمت پریویو فیچر که این فقط توی پاور بی دسکتاپ عادی این قسمت پریویو فیچر هست و شیپ مپ رو فعالش بکنه که این شیپ مپ این شکلی، این مپ هست، فیلد مپ و این هم مپ هست. فیلد مپ از اسمش هم مشخصه، به این صورته که شما دیتاتون رو به صورت یه کشور رو به صورت یه منطقه پررنگ شده داخل کشور یا حالا داخل شهر رو پررنگ کنه. ولی مپ عادی که الان اینجا من رسم کردم به صورت نقطه نشون میده. اگه من اینو تبدیلش بکنم به شیپ مپ، اینجا شیپ مپ رو بذارم و یه فیلد لوکیشن رو بذارم، یا همینو من تغییرش بدم اینجا به شیپ مپ، میبینید که شیپ مپ به صورت پررنگ داخل اون کشور نشون میده. یه خود طول میکشه، میبینید به صورت پررنگ شده داخلش نشون میده. شیپ مپ ها و مپ ها هر دوتاشون نیاز به این دارن که شما به اینترنت متصل باشید و معمولا همچنین توی سازمان ها ریپورت سرور به اینترنت دسترسی نداره، نمیشه از اینا استفاده کرد. علاوه بر این دوتا نقشه، یعنی هم نقشه فیلد مپ و هم نقشه مپ، یا باید شما یه ستون داشته باشید که از نوع جغرافیایی باشه، مثلا کشور باشه، شهر باشه، نام شهر باشه، نام استان باشه. و این نقشه‌ای که اینجا هم هست، نقشه آنلاین، نقشه مایکروسافت بینگ هست، اون نام رو بشناسه، باید حتما بشناسه. مثلا اگه فارسی باشه احتمالا نمیشناسه. و یکی دیگه این، یا اینکه روش دیگه‌ش اینه که شما نام اون شهر یا استان یا حالا اونجا رو دارید و علاوه بر اون شما فایلی که دارید داخلش طول و عرض جغرافیایی هم دارید. مثلا این نام شهر رو داریم ما و طول عرض جغرافیایی هر دوتاشو داریم که میتونیم دوتا فیلد طول عرض جغرافیایی به جای اینکه لوکیشن رو بذاریم اینجا، طول عرض جغرافیایی بذاریم داخل لتیتود و لانجیتود و ازش استفاده بکنیم. و خب میگم باز هم نیاز هست که ما دسترسی به اینترنت داشته باشیم. استفاده از فیلد مپ هم، شیپ مپ هم که حالا توی جلسه آینده توی ویدیو بعدی در خصوصش توضیح میدیم، نیاز به این داره که ما اگر بخوایم از نقشه استفاده کنیم که کاستم هست، یعنی مثلا نقشه ایران، نقشه شهریه، نیاز هست که ما بیایم و از یه فایل جیسون استفاده کنیم. اگه اینجا من اینو کلیک بکنم توی این قسمت بیام، این نقشه رو حالا باید به دیتا وصل شده باشیم. توی این قسمت که میایم، موقعی که به دیتا وصل شدیم، من به دیتا وصل بشم اینجا، نیاز هست که ما یکی از اون نقشه‌ای که وجود داره رو انتخاب بکنیم، یا اینکه بیایم و
یه فایل جیسون کاستم رو اونجا ایمپورت بکنی و از اون استفاده بکنی. ولی من دیتا رو اینجا ایمپورتش میکنم که اینو نمایش بده به ما. خب من اینجا یه چیزی رو میذارم داخل این قسمت کالر سچوریشنش، مثلا اماونت رو میذارم و بعد میام توی این قسمت و قسمت مپ ستینگ شما یه سری از این نقشه ها رو استفاده میکنید یا کاستم مپ میذارید که اینجا میتونید فایل جیسونتون رو وارد بکنید و نمایش بده به شما. خب پس اینم نیاز به فایل جیسون داره و توی پاور بی دسکتاپ عادی فقط هست. البته گفتم میتونیم توی ریپورت سرور هم ازش استفاده کنیم. حالا تو این جلسه ما میخوایم در خصوص پاور بی دسکتاپ در خصوص سینوپتیک پنل توضیح بدیم. سینوپتیک پنل یه نمودار کاستم هست. من برای اینکه از این استفاده بکنم این فایل رو میبندم و این یکی فایل رو هم میبندم و میام یه دونه فایل دیگه پاور بی باز میکنم. اینجا یه دیتایی داریم که توی اون دیتا ما میخوایم از نقشه سینوپتیک استفاده بکنیم. من این اکسل رو باز میکنم، یه فایلی به اسم مپ فاینال، من این فایل مپ فاینال رو میارم و بازش میکنم. خب برای ایمپورت کردن کاستوم ویژوال هم تو که میدونید شما یا میاد از این قسمت گت مور ویژوال میزنید، ایمیلی که باید ثبت نام کردید توی سایت مایکروسافت رو وارد میکنید و یه پنل باز میشه که لیست نمودارهای کاستوم رو شما نشون. دیگه اینکه شما از قبل دانلود کردید فایل رو میتونید ایمپورت ویژوال بزنید. من قبلا دانلود کردم، فایلش اینه، سینوپتیک پنل، و اوکی رو میزنم که اینجا باز میشه. خب اینجا که من کلیک بکنم روی این نقشه، توی این فایلی که من اینجا دارم، فایل اکسلی که من اینجا دارم، اگر ببینید این فایل اکسلی که ما اینجا داریم 3 تا ستون داره. یه ستون داره آیدی هست، آیدی اون استان یا شهر هست. یه ستون داره نامی که ما بهش داریم، ستون مژر هست که حالا ما میخوایم محاسبه کنیم. نمودارهایی که از نوع سینوپتیک هستن نیاز به فایل SVG دارن. اون نقشه که ما داریم باید فایل SVG داشته باشه. الان من میخوام نقشه کشور ایران نشون بدم، فایل SVG شو باید داشته باشه. این فایل SVG هست که من دارم. اینو میتونم هم با نوتپد پلاس پلاس هم با نوتپد عادی میتونم بازش کنم. اگه باز کنم میبینید که یه سری نقاط هستن که به همدیگه وصل شدن. انتهاش هم نام اونجا رو نوشته و یه آیدی داره. این آیدی خیلی به درد ما میخوره. الان آیدی کوکلگوی رحمت IRN 3209. پس من توی فایلم هم باید این آیدی رو داشته باشم، ایریا، و هم این که میتونم حالا یه نام دیگه، این ستون اجباری نیست، میتونم یه نام دیگه خاصم بذارم جلوی این آیدی. پس این آیدی خیلی برای من مهمه. دقیقا همین آیدی باید باشه که توی این قسمت، توی این فایل SVG به اون منطقه داده شده. اگرم که می‌نویسه یه سری نقاط و مختصات مثل که به همدیگه وصل کرده و این فایل SVG رو به وجود آورده. مثلا بوشهر یه همچین حالتی داره. اینجا آیدیش چیه؟ آیدیش IRN 3210 است. پس من میتونم اینو توی فایلی که دارم IRN 3210 قرار بدم. خب برای اینکه ازش استفاده کنم میام اینجا توی قسمت کاتگوری ایریامو میذارم توی قسمت کاتگوری و بعد از اون کوانتیتی هم میذارم توی قسمت میجر. حالا به من میگه که نقشه‌تون رو وارد کنید. یه سری خودش نقشه آماده داره که اینم دوباره آنلاین نقشه کشورها داره. ما میخوایم نقشه خودمون استفاده کنیم. من لوکال مپ رو میزنم، IRSVG رو وارد کنم. میبینید به این صورت نمایش میده نقشه رو. روی هر کدومشون که قرار بگیرم عددش رو نشون میده ولی کد نشون میده. ببینید کد رو داره نشون میده، کد IRN 3245. و من میتونم اینجا مپ نیم رو بذارم توی ساب کاتگوری، نامی که خودم دادم هم روی اون نشون میده. حالا توی قسمت تنظیماتش اگر بیام، توی قسمت دیتا کالر یه گزینه به اسم سچوریت اگر بزنم، بسته به اینکه کوانتیتی چقدر هست، مجموع کوانتیتی میبینید که رنگ ها متفاوت میشه. گزینه دیگه که مهم است آن مچ کالره. الان اونایی که مچ نمیشن، مثلا ایریای IRN 3212 که میشه گلستان، اصلا دیتایی نداشته و بنابراین اینجا نشونش اصلا نمیده. میتونم آن مچ کالر اونایی که آن مچ شدن یه رنگ دیگه بهشون بدم، مثلا این رنگی بزنم یا این رنگی بزنم، هر رنگی که خواستم. توی قسمت جنرال هم اگر بیام میتونم بگم آن مچ ایریا رو اصلا نشون نده، کلا نشون نده. و پس این نحوه استفاده از این. حالا اگر خواستیم خودمون یه فایل کاستم، یه فایلی که داریم، مثلا این فایل مناطق 22 تهران که ما خودمون داریم، میخوایم تبدیلش بکنیم به از نوع SVG، چون گفتیم ما نیاز به SVG داریم. فایل اکسلش که میتونیم بسازیم، SVG شما باید بسازیم. یه دونه سایت داریم که برای هم خود کاستم ویژوال هست که شرکتی که این کاستم ویژوال ساخته به اسم سینوپتیک دیزاین.
سینوپتیک دیزاین رو سرچ بکنید توی این سایت اگر شما وارد بشید به شما میگه که خب نقشه‌تون رو وارد بکنید. نقشه رو حتما به صورت درگ اند دراپی باشه. من اینجا نقشه رو میگیرم و اینجا دراپ میکنم اینجا و میتونم با یه ابزاری مثل ابزاری که توی فتوشاپ داریم اینجا بر اساس رنگ ها میشناسه میتونیم مناطق رو انتخاب کنیم. مثلا منطقه 21 رو من انتخاب میکنم بر اساس رنگ میشناسه. میتونم اینجا بهش کد بدم. ایریا نیم نامشه که دیسپلی هست و اینجا کدی هست که بهش میده. حالا این کد رو آخر کار یه چیز دیگه تغییرش میده. این کد یه دونه نهایی دیگر هم انتخاب کنم. من نامش اینجا مثلا میذارم آر 21 این منطقه 21 بود. یکی دیگه انتخاب میکنم منطقه 5 اینجا اسمشو میذارم آر 5. اگر خواستم اکسترکتش کنم فایل اسویجش داشته باشم اکسپورت تو پاور بی آی میزنم کلیک راست میکنم سیو و سیو ایمیج از رو میزنم بیارم تو همینجا مثلا به اسم تهران اینجا سیوش میکنم. فرمتش هم میبینی که SVG هم سیوش میکنم و بعد میتونم بیام داخلش کدا رو در بیارم. اینجا تهران داد SVG رو اگر که سیو شده باشه اینجا هستش. من اوپن میزنم با نوتپد اینجا بازش میکنم میام به اون قسمتی که گذاشته و نام اون دوتا منطقه رو گذاشته. باید بریم خیلی پایین. یه سری نقاط هست که به هم دیگه وصل کرده که اینجا شروع میشه. x31 اسمش آیدیشو گذاشته و نامشو گذاشته آر21 که من اینجا میتونم این آیدیه رو داخل فایلم بذارم برای منطقه 21 آیدیشو میذارم آندرلاین x31 آندرلاین و بعد از اینکه اینو توی فایل اکسل هم قرار دادم میتونم از این استفاده کنم. مثلا برای یکشون آر5 من تایتل نذاشته آیدی شده آر5 و تایتل نذاشته. اینو حالا بعضی موقع اشتباه هم اینجا میاد استخراج میکنه. باید بیام بگردیم حتما ببینیم آیدیش چی هست. ما فقط تنها چیزی که نیاز داریم آیدیش هست. میتونیم خودمون اینجا آیدیشو هم تغییر بدیم. من آیدیشو مثلا میذارم منطقه 5 حالا هر چیزی که خواستم بعدا سیوش میکنم و بعد توی فایل دیتام هم باید آیدی ها باشه. خب پس این از نحوه استفاده از فایل های نقشه بود در نرم افزار پاور بی آی. حالا توی ویدیوی بعدی هم در خصوص شیپ مپ ها خدمتتون توضیح خواهیم داد و حتما به سایت ما سر بزنید. آموزش های بیشتر در خصوص پاور بی آی، در خصوص هوش تجاری، اسکیول سرور و همچنین در خصوص کسب و کار مثل مقالات در حوزه منابع انسانی و داشبوردهای منابع انسانی هم وجود داره. شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.